Hey guys به چنل من خیلی خوش اومدین. من نادیم. اینم نادیز چنله. قرار امروز در مورد کار پیدا کردم توی مونترو با هم دیگه صحبت کنیم. یادم نمیاد کجا بودیم ویدیو قبلی. ویدیو قبلی گفتم که دسامبر از 2023 من اومدم کانادا، اومدم مونترال. یعنی میشه آذر ماه 1402 من رسیدم مونترال و تقریبا 4 هفته بعدش اجازه کارم دستم و حالا وارد پروسه خیلی شیرین کار پیدا کردن شده بودیم. 3 ماه بیکار بودم، کار پیدا نمیشد، اعتماد به نفس نداشتم، دوست نداشتم، پول نداشتم، محیط رو نمیشناختم، آشنایی نداشتم، چون خواهرم هم خودش تازه اومده بود مونترال و اونم آشنایی نداشت که مثلا بخواد منو معرفی کنه جایی و کار بتونم پیدا کنم. خلاصه آبجون گفت که دیگه کار باید پیدا کنی و اینا. من هیچ ایده‌ای نداشتم کار توی کانادا چجوری پیدا میشه. اصلا من تو ایران کار نکرده بودم، قرار بود اینجا اولین کارم رو پیدا کنم و اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم. خلاصه گفتن که آره گوگل شروع کردم. من گوگل زدم که من چجوری کار پیدا کنم. گفتن که باید بریم مثلا جاب بانک نوشته، یه وبسایتی ایندید هست، یک وبسایتی همه اینا، میتونی آگهی های کار رو پیدا کنی، براشون زنگ بزنی، ایمیل بفرستی، یه رزومه آماده کنی که مثلا نوشته آره اسم من اینه، نمیدونم شماره من اینه، آدرس من اینه، ایمیل من اینه، این استعدادها رو دارم، این کوالیفیکیشن ها رو دارم، مثلا این زبان ها رو بلدم، این تحصیلات رو دارم، این تجربه کاری رو دارم، این تجربه فلان رو دارم. اینا رو مینویسی توی رزومت، همون رزومه خودمون دیگه. من اینا رو میفرستی براشون، حالا شاید یکیشون مثلا به تو برگردن بگن که آره بیا اینترویو. و از اون جایی که من توی مونترال بودم و زبان فرانسه خیلی توی مونترال بولده، یعنی زبان اول فرانسه از زبان دوم انگلیسیه، یعنی من کلا آپشن های کاریم خیلی محدود بود و باید خیلی آشنای خوبی پیدا میکردن که منو یه ریفر خوب مثلا منو قشنگ بتونم معرفی کنم. وگرنه اگه پیدا میشد، اول که آنلاین شروع کردم ایمیل میفرستادم، زنگ ایمیل میفرستادم، کلی وبسایت ثبت نام کردم، پیدا نمیشد. هیچ کدومشون برنگشتن بچه، هیچ کدومشون برنگشتن به من. بعد دیگه خواهرم گفت که بابا رزومت رو باید بگیری دستت، بری بگردی به همه پخش کنی رزومت رو، اگه یکی رو میخواین منو بگیرین. اگه من میتونستم بچه ها، حالا فکر کنین یه کسی که تازه مثلا از حالت مثلا از اضطراب اجتماعیش داده جدا میشه، حالا اعتماد به نفسش هم روش از دست داده، اگه میتونست بره رزومه پخش کنه بگم کار دنبال کار میگرد، اصلا کار باید دنبال من میگشت، همچین چیزی بود. خلاصه وای با هزار زور رفتم رزومه پخش کردم. حالا همه جا نبردم، به برخی از جاها بردم. از خجالت آب میشدم هر بار رزومه رو داشتم میدادم که تو رو خدا مثلا به من زنگ بزن که کاری بود و اینا. خیلی خجالت میکشیدم. خلاصه دیدم اصلا نمیشه، نمیدونم چی کار کنم. بعد یه گفتم که یه شغل مشخص رو پیدا کنم که براش بتونم مثلا چیز بدم، اپلای کنم، حالا رزومه‌مو بفرستم. خلاصه گفتم که آقا مهد کودک کار کنم، بهترین چیز اونجاست. یه لیستی از مهد کودک‌ها رو در آوردم، برای همشون رزومه فرستادم. خب هیچ کدوم برنگشت. آخرش دیگه زنگ زدم بهشون، به دوتاشون زنگ زدم. یکی از اون دوتا گفت که آره مثلا فردا فلان تاریخ پاشو بیا که مثلا حضوری همدیگه رو ببینیم. گفتم ایول عالی. خلاصه فردا شد، سر صبح میخواستم برم، صبح بیدار شدم 10 صبح بود، طوفان برف اومده بود. من اول اینترویومو گرفته بودم و طوفان برف، یعنی چجوری بگم، اصلا آدمو نمیدید، اصلا اتوبوس به زور کار، خیابونا اصلا دیده نمیشدن، سفید سفید. وای برگاه چی، خونه ها دیده، همه جا فقط سفیدی دیده میشد و من شکلی بودم که یعنی اول اینترویومو گرفتم، صبح بیدار شدم همه جا طوفان، من الان چیکار کنم. خلاصه پاشدم رفتم، گفتم برم، والا چیزی ندارم، فوق سرما میخورم برمی، چیزی که ندارم برای از دست دادن. خلاصه پاشدم رفتم. خانم خودش تعجب کرد، گفت من اصلا انتظار نداشتم تو پاشی بیای تو این هوایی مثلا کولاک پاشی بیای برای مثلا مصاحبه کاری. خلاصه رفتم، از من کلی سوال پرسید چیکار کردی، تجربه چیه، منم کلی بافتم براش، چه تجربیاتی بافتم که اصلا فکر میکنی من یه معلم بودم یکی دو سال.
خلاصه بهش گفتم حالا 3 ماه، گفتم تجربه دارم، 3 ماه کار کردم و اینا، مثلا مهد 2 زبانه بود و فلان، مهد 2 زبانه مثلا فارسی و انگلیسی. خلاصه خانم گفت که من باید ببینم که با بچه ها چجوری. گفت که مثلا هفته بعد فلان روز بیا با بچه ها یک مثلا فعالیتی انجام بده، من ببینم تو رفتار با بچه ها چجوریه. گفتم باشه. خلاص هفته دیگهش رفتم، یه ایده خوبم پیدا کرده بودم، خدا رو شکر، اینقدر گوگل کردم. خلاصه با بچه ها مثلا بازی کردم و اینا، یه 8 بچه دستم گذاشت و سعی کرد باشون ارتباط بگیرم، باشون حرف بزنم، باشون دوست بشم و اینا. خلاصه اونم اونجا بود، خوشش اومد. گفت که من فعلا تو رو به عنوان معلم سابلت، تیچر سابلت ازت استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی هر موقع یکی از معلم و مرخصی خواست تو به جاش بیا. مگه میشد بابا هر بار با یه بچه جدید بخوام باشم؟ 1.5 ماه من اونجا کار کردم به عنوان مثلا کرگیور بهش میگن دیگه، معلم مهد بودم مثلا. بعد ببین هر هفته بچه های من عوض میشد. یعنی یک بار بچه 2 تا نمیدونم 3 سال و نیم داشتم، یک بار 4، مثلا از 4 و نیم تا مثلا 5 و نیم داشتم. بعد یهو میومد مثلا 1 سال تا 2 سالم به من میداد. وای چقدر استرس بود تو محیط کار کردن. نمیدونین من چقدر پوشک عوض کردم به خدا. یعنی اینقدر پوشک عوض کردم من تو اون 1 ماه، اینقدر بچه ها رو بردم دستشویی بهشون صبونه دادم، بهشون ناهار دادم و واقعا فکر نمی‌کردم هیچ وقت این کار رو انجام بدم، ولی انجام دادم. سر صبح میرفتم براشون آهنگ میخوندم، صبونه میدادم، ناهار میدادم. بعد موقعی که میخواستم بخوابم پیششون مینشستم، نازشون میکردم. بعد اینا رو میبردم دستشویی، وسط خواب یکیشون رو بیدار میکردم، کول میکردم، میبردمشون دستشویی، پوشکشون رو قبل خواب عوض میکردم، بعد خواب عوض میکردم. وای بچه‌ها. بعد دیگه دیدم نمیتونم، واقعا دارم خسته میشم. مثلا بچه داری خیلی چیز سختیه. فکر کن بعد هر روز مثلا 8 تا بچه بهت میده و تو باید ازشون نگهداری کنی. دیوانه شده بودم. بعد دوباره مثلا تو گروه های ایرانی هستش توی تلگرام، توشون پیام گذاشتم و من دارم دنبال کار میگردم، یکی تو رو قرآن یکی من معرفی کنه یه جایی. خلاصه یه خانم خیلی قشنگی به اسم مینا به هم پیام داد، گفت دختر من توی گلخونه کار میکنه و میتونم بهش بگم که تو معرفی کن. البته اینو خیلی وقت پیش گفته بود و یادم رفته بود. آره خیلی وقت پیش گفته بود. بعد اون موقع دیگه به دخترش پیام دادم. دخترش هم بعد مدت ها بهم گفت که آره مثلا گلخونه نیرو میخواد و اینا، اگه میخوای من رزومت رو بدم اینا. خلاصه رزومه رو داد. از اونجا به من زنگ زدن، گفتن که اوکی مثلا میتونی 8 ساعت سر پا باشی، کار فیزیکی انجام بدی، مثلا آلرژی و اینا داری، مثلا به حساسیت اینا داری به یه چیزایی، مثلا با زنبورا اوکی فلانه. هر چی باشه گفتم اوکی. گفت از ارتفاع میترسی؟ گفتم نه اصلا هر چی بود من قبول کردم. گفتم من اوکی ام بابا، من اوکی ام، فقط بهم کار بدین. خلاصه رفتم و اولین بار اونجا دوستم مدیا رو دیدم. میتونم بگم یه دوست خیلی اصلا یه دوستی خیلی قشنگی باهاش شروع کردیم و از اینجا میگم خیلی دوستش دارم. خلاصه اونجا روز آشنایی من و مدیا حضوری بود. وقتی که حضوری رفتم گفت فلان روز بیا. حالا رفتم و اولین بار مدیا رو حضوری دیدم. بعد کار توی گلخونه بود دیگه، همین کاری که الان دارم. 1 سال و چند ماهه 1 سال و 7 ماهی من دارم اونجا کار میکنم. 7 ماه نیست، کمتر از 7 ماه، 1 ماه و 5 ماهه، 1 سال و 5 ماهه که من اونجا دارم کار میکنم فکر کنم. خلاصه که این شکلی اولین کارم رو پیدا کردم. ولی اینجا یه چیزی که خیلی مهمه بچه‌ها، برای اینکه کار پیدا کنین آدمی که آشنا داشته باشه. همون پارتی بازی خودمون رو تو ایران که بهش میگن ریفرال اینجا، یعنی ریفرت کنه یکی. این یکی اگه شما رو ریفر کنه شما 100% اون پوزیشن رو میگیرین، واقعا میگیرین. خیلی جاها اصلا به این اهمیت نمیدن که مثلا اصلا تجربهشو داری، آیا اصلا کوالیفاید هستی، آیا برای این کار مناسبی نیستی. خیلی جاها اصلا در نظر نمیگیرن وقتی یکی تو رو معرفی میکنه. میخوام بگم که اینجا هم پارتی بازی هست، خیلی هم پارتی بازی میکنن. اصلا کسی که معرفی بشه کارو گرفته، یعنی نیازی به نگرانی چیز دیگه ای نیست. ولی خب این شکلی بود که من کارم رو پیدا کردم و ادامه دادم. ولی واقعا تا پیدا کنم دیوانه شدم من. اصلا بر نمیگشتن. یعنی هر چقدر رزومه میبردی، هر چقدر ایمیل میزدی، هر چقدر زنگ میزدی، اصلا
بر نمیگشتن بهت، اصلا بر نمیگشتن. به ویژه که مثلا تجربه کاری کانادا نداشته باشی دیگه بدتر بود، خیلی سخت پیدا میشد. باز الان مثلا من تازگی مثلا یه چند تا اپلای کردم، مثلا 2-3 نفر بهم زنگ زدن برگشتن، ولی خب همشون به خاطر اینکه فرانسه خوبی نداشتم گفتن که آره نمیشه دیگه، مثلا فرانسه نداره اینا. تازه یه دونه کار دیگه پیدا کرده بودم، اون اولین، نه آره، یه مصاحبه اون اوایل گرفته بودم، میتونستم توی آزمایشگاه خاک کار کنم و خانم به هم گفت که من تو رو بیچونه چرا میگیرم، چون منو معرفی کرده بود. گفت بیچونه چرا میگیرم، فقط من چیز تو میخوام، مثلا چی میگن، لیسانست لازمه و باید تطبیق و معادل سازی بشه توی کبک، اگه اونو داری من همینجوری بیچونه چرا تو رو میگیرم. من گفتم من ندارم، مدرکم آزاد نیست. گفت چقدر طول میکشه؟ گفتم 1 ماه شاید طول بکشه. حالا همینجوری گفتم، شانسی گفتم. گفت اگه 1 ماه طول میکشه من میتونم مثلا نامه بزنم که آره این تا 1 ماه قراره مثلا به عنوان هلپر کار کنه و بعدش مثلا بهش سمت میدیم و اینا. ولی خب کارش این شکلی بود که قرارداد 9 ماهه میبست و معلوم نبود که بعدش باهام قرارداد ببنده یا نه. بعد سر اونم خیلی گریه کردم، خیلی ناراحت بودم که مثلا مدرکم آزاد نبود، معادل سازی نکرده بودم و همین دیگه، معادل سازی نکرده بودم و شغل از دست داده بودم و خیلی خیلی اذیت میشدم بچه‌ها. مثلا یه دونه مصاحبه رو نمیتونستم بگیرم، خیلی حالم بد بود، خیلی اعتماد به نفسم پایین بود. مثلا یه روزایی بود که فقط گریه میکردم، یعنی خیلی اصلا باورتون نمیشه اینقدر گریه میکردم که بتونم یه دونه کار پیدا کنم. خلاصه که خدا رو شکر این کار گلخونه رو پیدا کردم. بعد ببین سال اول من جون کردم، اینقدر کار میکردم تو گلخونه، اینقدر کار، زمین رو تمیز کن، گیاه ها رو تمیز کن، بکن، هر کاری که بگن رو انجام دادم تو گلخونه. و الان تقریبا کسی هم که کل اونجا رو میشناسه، یعنی خیلی از بچه ها مثل من نیستم، من اینقدر سوال پیچشون میکردم همه چی رو بخوام یاد بگم تقریبا میتونم الان بگم که مثلا اونجا این کف دستم شده، اینقدر که مثلا حتی کارکناش و همه چیزشو، دفترش و مثلا آفیسش کیا هستن اونا رو هم مثلا میشناسم، مثلا میرم میپرسم درش میرم. خلاصه این شکلی بود بچه‌ها، سخت بود، واقعا سخت بود. ارزشش رو داشت، آره داشت، واقعا داشت. و آیا ارزشش رو داره که من شب و روز دارم میرم کار میکنم؟ برای من داره. با اینکه کارم مثلا جنرال، کار فیزیکی خیلی سختیه، با این حال دوستش دارم، چون بالاخره درسشو خونده بودم، کشاورزی خونده بودم و دوست داشتم خیلی چیزا در موردش یاد بگیرم و خیلی خوشحالم که مثلا تو این گلخونه یه فرصتی برام پیش اومد که خیلی چیزا یاد گرفتم، چیزهایی که تو دانشگاه بهم یاد نداده بودن و یاد گرفتم. شایدم یاد دادم، من یادم نمیاد، چون بالاخره اون موقع آدم جوونه، ذهنش اونقدر آماده نیست و وقتی میری توی فیلد، مثلا تو زمین، یعنی تو به صورت چی میگن، کار، شروع به کار که میکنی یک کوچولو مثلا سنگا انگار سر جاش میشینه. خلاصه که اینجوری شد که من کارمو پیدا کردم و الان توی گلخونه کار میکنم. اینم از این، فکر کنم چیزایی که لازمه رو گفتم. خب بچه ها، تا ویدیوی بعدی که قرار بهتون توضیح بدم، نمیدونم چی قرار توضیح بدم، نوشتم سختی های اوایلی که اومدم و چی کار باید میکردم، همه اینا قرار توضیح بدم. تا ویدیوی بعدی که همدیگر رو ببینیم، از من فعلا خداحافظ.